حالتون خوبه؟ آیلین دیدم پیام تو، ولی سعی کن از این به بعد حتما سر کلاس باشی. خب هفته گذشته به دلیل تعطیلی کلاسمون تشکیل نشد. این هفته دوشنبه در خدمتتون هستم، هفته آینده دوشنبه در خدمتتون هستم و از هفته بعدش که دقیقا روز کلاس عوض میشه نیایش و از هفته بعدش که عرض کنم وارد مهر میشیم برنامه کلاس ها کلا عوض میشه و احتمالا کلاس ریاضیتون میفته پنجشنبه صبح و همینطور یک دو تا کلاس دیگه. عرض کنم خدمت شما برنامه کلاس ها بسته شده. توی یکی دو روز خدمت رو اعلام خواهد شد. یک شنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه کلاس داریم. بله توی یکی دو روز براتون ارسال میشه نیایش. یک شنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه برنامه کلاس خدمتتون ارسال کلاس دارید و خدمت شما عرض کنم که با تمام درس ها در واقع شروع میکنیم. از نمایش خدمت شما عرض کنم نمایش، خواص مواد، درک هنر و خلاقیت و ریاضی و امروز میخوایم از مجموعه اعداد شروع کنیم. قبل از اینکه بچه‌ها من مجموعه اعداد شروع کنم یکی دو تا مثال از تساوی مجموعه ها حل کنیم و بعدش بریم سراغ بقیه مسائل. بچه‌ها از درس امروز و درسی که در جلسات گذشته داده شده شما حتما یک سوال رو در کنکور هنر دارید. حتما یک سوال رو دارید. حل دوستان. خب یه مثال بنویسیم. با یه مثال شروع کنیم از تساوی. بنویسید اگر دو مجموعه A و B با هم برابر باشند مقدار m به اضافه n چقدر است؟ مجموعه آتون هستش 1 2 n2 منهای 1 یا n منهای 1. مجموعه بتون هست 2m به اضافه 3 4 2. یک 2 3 4. حلش کنید. بچه. زهرا رمضانی میگه 1. بقیه بچه‌ها وقتی میگم سوالو حل کنید یعنی یه برگه باید زیر دستت باشه، همزمان با من شروع کنید سوالو حل کردن. تینا قنادی میگه 4. بقیه بچه‌ها سریع‌تر. یکتا مهاجری 4. خب بریم حل کنیم ببینیم داستان چیه. گفته دو تا مجموعه مساوی هستند. وقتی میگیم A مساوی B یعنی چی؟ اینو بهم میگید. وقتی میگیم A مساوی B یعنی چی؟ اینو بهم میگید اول. میگیم دو تا مجموعه با هم دیگه مساوی هستن یعنی همه اعضاشون یکیه. یعنی اگر آی شما هست 1 2 3 B شما هم هستش چی 1 2 و 3 یعنی تمام اعضا یکیه.
حالا خوب دقت کنید اینجا یه مجموعه A دارم، یه مجموعه دارم مجموعه B. خب میگم این دوتا عضوهای این دوتا مجموعه باید با هم دیگه برابر باشن. ما کلا تو این دوتا مجموعه چند تا عضو داریم بهم میگید؟ ما کلا تو این دوتا مجموعه چند تا عضو داریم بهم میگید؟ 3 تا عضو داریم، درسته؟ پس میگم ببین 2 با این 2 برابر حل است. خب 2 با این 2 برابر حل. 2 تا عضو از بالامون، 2 تا عضو از پایینمون. پس میگم خود به خود n های یک من باید بشه 4 و خدمت شما عرض کنم 2m به اضافه 3 من خود به خود باید بشه 1. پس میگم در نتیجه n منهای 1 مساوی 4. از اینجا نتیجه میگیرم منهای 1 میره این طرف، n میشه 1 به اضافه 4، n مساوی چند؟ 5. 2n به اضافه 3 میشه 1. از اینجا نتیجه میگیریم 2m مساوی 1 منهای 3، 2m مساوی منفی 2 و m مساوی منفی 1. ببین الان پس من 2 تا عدد رو به دست آوردم، یه n به دست آوردم، یه m به دست آوردم. میگم m به اضافه n مساوی با منفی 1 مثبت 5. منفی 1 مثبت 5 میشه چند؟ میشه 4 و گزینه 4 میشه گزینه صحیح شما. بچه‌ها از این تیپ سوالات در کنکور هنر می آید. خب حواستون خیلی باشه. بریم سراغ یه سوال دیگه حل کنیم. اگر دو مجموعه A و B با هم برابر باشند، آنگاه مقدار n چقدر است؟ آمون میشه 0 1 2 حالا این یکی رو حل. خب گزینه اعلام کنید بچه‌ها. گزینه اعلام کنید لطفاً. خب بریم حل کنیم. ببینید توی این سوال من 2 تا صفر دارم که با هم برابرش میشه. یه n دارم مساوی n پایین میمونه، یه 3. میگم خود به خود پس n هم میشه 2، n دو منهای 1 هم میشه 3. پس n دو منهای 1 برابر 3، n مون مساوی 2. خب این که حل شد هیچ. n دو منهای 1 مساوی 3، منهای 1 میاد این ور، n دو میشه 3 به اضافه 1، n دو میشه 4،
n میشه چند؟ بگو. n میشه چند؟ منتظرم. n میشه چند؟ معنا خلج میگه 2. نیایش میگه 2. n میشه چند؟ بگید سریع. تینا قنات میگه -2. کوثر کارآمد جواب n رو بگو دختر. الان اصلا گزینه نمیخوام. جواب n. جواب n میشه چی؟ محمد یاسین میگه -2. مرسی محمد یاسین. حنانه شیرغلامی میگه -2. مرسی. زینب رحیم نسب -2. مرسی. بچه‌ها خوب دقت کنید. توان زوج زمانی که از طرفین یک عبارت جذب میشه. زمانی که از طرفین یک عبارت توان زوج جذب میگیری. ببین توان اینجا چیه؟ 2 4 6 8. زمانی که شما توان زوج از طرفین یک عبارت جذب میگیری، طرف دوم براش چه اتفاقی میفته؟ طرف دوم حتما مثبت و منفی میشه. یعنی میشه -2. متوجه شدید همگی؟ همگی متوجه شدید؟ همگی متوجه شدید؟ یه بار دیگه بگم، یه مدل دیگه بگم. چرا میگیم میشه مثبت منفی؟ جوابشو بهم میدی؟ چرا میشه مثبت و منفی؟ جوابشو بهم میدی؟ میگیم اینجا جواب میشه چون زوجه. خب چون توان زوجه. چرا توان زوج مثبت منفی میشه؟ این مدلی بگیم اگر بخوایم n2 = 4 رو، اگر بخوایم چیکار کنیم n2 = 4 رو فارسی تعریف کنی به من چی میگی؟ من میگم آقا n2 = 4 رو فارسی به من بگو یعنی چی؟ چی میگی بهم؟ چی میگی بهم؟ میگم -2 رو فارسی برام تعریف کن. چی میگی بهم؟ دو تا n2 = 4. نه دو تا n با n2 فرق میکنه تینا. مشکلی نداره فاطمه خلیلی فرد. n2 = 4 رو بخوای فارسی بهم توضیح بدی چی میگی؟ زینب رحیمی نسب میگه چی؟ خوب دقت کنید بچه‌ها. اینجور مسائل خیلی مهمه توی این مسائل. خوب دقت کنید. مرسی نیایش. خوب دقت کن اینجا رو دقت کن. میگم n2 = 4 یا همه رو پاک کرد. میگیم n2 = 4 در فارسی یعنی چی؟ میگیم کدام عدد است که وقتی به توان 2 برسد برابر 4 است. این n2 = 4 یعنی چی؟ یعنی کدوم عددی که وقتی به توان 2 برسه میشه 4. شما میگه آقا 2. چرا 2؟ چون 2 وقتی به توان 2 برسه میشه 4. من میگم آقا -2 هم هست. چون -2 هم به توان 2 برسه برابر چنده؟ برابر 4. درسته؟ درسته؟ پس به همین خاطر میام میگم چی؟ میگم زمانی که توان زوج جذب میگیری طرف دومش حتما مثبت منفی میشه. چون چه منفیشو به توان زوج برسونی چه مثبتشو به توان زوج برسونی، در هر دو صورت شما چی دارید اینجا؟ n = مثبت منفی 2. در هر دو صورت وقتی به توان 2 میرسه برابر 4. حله؟ همه متوجه شدید؟ همه متوجه شدید؟ گفتم اول کلاس درس امروز و درس جلسات گذشته شما 100% یک سوال رو تو کنکور خواهید داشت. من سفرم پاک کردم. یه بار دیگه فقط سوال رو بنویسم. اگر دو مجموعه A و B با هم برابر باشند مقدار n چقدر است؟ آمون چی بود؟ آمونجا که یادم
اعضای آ چی بود؟ یه دونه اندومین های 1 داشت، یه 0 داشت. اعضای بمون یه 2 داشت، یه 3 داشت، اعضامون همینا بود دیگه، درسته؟ اعضامون همینا بود دیگه. خب عالی. پس میام میگم چی؟ میام میگم این صفره که با این صفره برابر هیچی. این نه اعضامون این نمیشه که. صفره که با این صفره برابر، درست. میگیم این n برابر 2، اینجا هم برابر این. پس n2 منهای 1 میشه 3، n میشه n2 میشه 4، n میشه مثبت منفی 2، یه دونه n دیگه داریم 2. خب گزینه هامون 1 2 2 منفی 2 3 مثبت منفی 2 4 هیچ کدام. خب حالا بچه‌ها بگید بهم، حالا بهم بگید الان من یه دونه n دارم، خوب دقت کنید اینجا رو، یه دونه n دارم 2، یه دونه n دارم مثبت منفی 2. کدوم رو قبول میکنم؟ کدوم رو قبول میکنم؟ ببین من الان برای یک مجهول 2 تا عدد دارم، یه دونه مثبت منفی 2 دارم، یه دونه 2 خالی دارم. کدوم رو قبول میکنم؟ چرا 4 رو باید قبول کنم؟ آرمیتا قربانی میگه 3 رو قبول کن. بچه خوب دقت کنید. نکته بعدی پس نکته اولمون چی شد؟ نکته 1 اگر از طرفین یک عبارت توانزوج جذر بگیریم، طرف دوم حتما مثبت و منفی میگردد. نکته دوم بچه‌ها، اگر در یک سوال برای یک مجهول 2 عدد به دست آید، حتما عدد چی رو انتخاب میکنم؟ بگید حتما عدد چی رو انتخاب میکنم؟ الان شما از طریق حل 2 تا معادله برای یک مجهول 2 تا عدد به دست آوردی. یه دونه n رو به دست آوردی 2، یه دونه n رو به دست آوردی مثبت منفی 2. کدوم رو قبول میکنی اینجا؟ بگو کدوم رو قبول میکنی؟ 2 رو قبول میکنی؟ مثبت منفی 2 رو قبول میکنی؟ منفی 2 رو قبول میکنی یا هیچ کدوم رو قبول نمیکنی؟ ساجده میگه 3. پشت سر ساجده همه میگن 3. الان صبر کنید ببینید. ارشیا رادمان میگه هیچ کدام، مهناز میگه 4، تینا قناد میگه 2. چرا تینا قناد 2؟ چرا منفی 2 رو انتخاب میکنی؟ خوب دقت کن. اگر در یک سوال برای یک مجهول 2 عدد به دست آید، یه دونه اینجا از این آکولارا باز میکنیم که بیشتر دقت کنیم. از حل دو معادله ببین، یک معادله اول، 2 معادله دوم، حتما عدد مشترک را انتخاب میکنیم. حتما عدد مشترک را انتخاب میکنیم. بین مثبت منفی 2 و مثبت 2 عدد مشترک چیه؟ بین مثبت نه آرمیتا،
مثبت نه، مشترک را انتخاب میکنیم. بین مثبت -2 و -2 مشترکش کدومه؟ بگید. همه جواب بدید. 50 نفرید سر کلاس بابا. مثبت 2 رو انتخاب میکنیم. پس میشه گزینه چند؟ گزینه 1. بچه‌ها سوالاتی از این جنس تاکید میکنم در کنکور هنر زیاد تکرار میشه. حواستون باشه. حل تا اینجا. حل تا اینجا. طریق حل معادله دوم یعنی چی؟ نیای شادلی. معادله دوم که اصلا کاری نداره. تو میگی آقا پایین یه دونه n دارم، بالا یه دونه 2 دارم. n مساوی 2 تموم شد. اصلا حل نداره. خودش مقدار رو بهت داده. حل دوستان. بریم سراغ درس امروزمون. بریم سراغ درس جدید. مجموعه اعداد. مجموعه اعداد. امروز بچه‌ها مجموعه ها کامل تموم میشه. یعنی ما حدوداً 40 دقیقه ساعتی درس داریم و بعدش مجموعه ها کامل تموم میشه. من انشالله جلسه آینده که اومدم سر کلاس شما از مجموعه ها تست حل میکنم. یعنی اینو از همین الان تو جریان باشید. ما از هفته آینده که اومدم سر کلاس قسمت اول درس که مجموعه ها باشه رو تست حل میکنم. متوجه شدید همگی؟ همگی فهمیدید؟ بسیار بچه. بریم ادامه بدیم. اولین مجموعه اعدادی که میخوام معرفی کنم امروز بهت اینه. ما یه سری مجموعه داشتیم. گفتیم مجموعه اعداد مجموعه هایی هستند که شما توی این مجموعه ها دقیقاً عدد دارید. حالا اعداد طبیعی، اعداد حسابی، حالا هر چی. دقیقاً یه سری عدد رو گذاشتیم توی 2 تا آکولات تبدیل شده به این مجموعه اعداد. برای اینکه راحت‌تر با این مجموعه اعداد کار کنیم میایم اینا رو تقسیم بندی می‌کنیم. اولین مجموعه‌ای که داریم اسمش هست مجموعه n. اولین مجموعه‌ای که داریم اسمش هست n یا اعداد چی؟ طبیعی. n یا اعداد طبیعی. بچه‌ها توی n یا اعداد طبیعی خب اعداد شما از چند شروع میشه بهم میگی؟ توی n یا اعداد طبیعی اعداد شما از چند شروع میشه بهم میگی؟ از 1 شروع میشه. درسته؟ 2 3 4 الی آخر. درست؟ پس اعداد شما دقیقاً از 1 شروع میشه به بالا. از 1 شروع میشه به بعد. 1 2 3 الی آخر. این اعداد منفی نداره، صفر نداره، اعشاری نداره. دقیقاً از 1 به بعد. همه فهمیدید؟ همه فهمیدید؟ این شد از مجموعه n. بریم سراغ W. مجموعه W چه مجموعی بود؟ به هم میگید بچه‌ها. مجموعه W چه مجموعی بود؟ به هم میگید. بهش میگفتید اعداد حسابی. درسته؟ بهش میگفتید اعداد حسابی. خب این اعداد حسابی چه اعدادی بوده؟ از چند شروع میشن؟ اعداد حسابی از چند شروع میشن؟ از 0 شروع میشن. پس میشه چی؟ 0 1 2 3 الی آخر. خب پس این میشه چی؟ اعداد حسابی. مجموعه بعدی. خب یه سوال بپرسم اینجا. مجموعه اعداد حسابی، یه لحظه محمد یاسین، مجموعه اعداد حسابی و طبیعی به نظر تعداد اعضای برابر دارن؟ به نظر تعداد اعضای برابر دارن؟ نه. چرا نه؟ به هم میگی؟ چرا نه ارشیا رادمان؟ به هم میگی چرا نه؟ میگی چون یه دونه صفر اضافه داره. ولی من میام اینجا مینویسم چی؟ مینویسم n هم عرض w. n هم عرض w یعنی چی؟ n هم عرض w یعنی چی آیدا؟ n هم عرض w یعنی چی؟ به هم میگی؟ یعنی اعضاست. مهناز افشان اعضاست یعنی چی؟ محمد یاسین خورشید یکی اعضاها اون مساوی بود. تینا قنات اون تعداد اعضا برابر. مرسی ساغر. دقیقاً تعداد اعضا برابر.
حدوداً مساوی هم نه، دقیقاً مساوی. خب حالا خوب دقت کن، وقتی میگیم این هم عرض W، این هم عرض با الف، خب یعنی تعداد اعضای برابر. میگه آقا ما اینجا یه دونه صفر داریم که توی n ندارم، این صفر رو توی n ندارم. چجوری میگی n هم عرض W؟ چجوری میگی n هم عرض W زمانی که تو پایینیش شما یه دونه صفر داری و تو بالایی نداری؟ درسته؟ درسته بچه ها؟ درسته؟ خب حالا ببینیم داستان چی. میگیم ما تو پایینی درسته یه دونه صفر داریم، ولی اینجا نگاه کنید به 3 تا نقطه ختم شده. 3 تا نقطه ختم شده یعنی چی؟ یعنی تعداد اعضای این مجموعه ها بی نهایت. درسته؟ متوجه شدید؟ تعداد اعضای این مجموعه ها بی نهایت. و چون این مجموعه ها تعداد اعضای مشخص ندارن، آخرین عضو معلوم ندارن، ما همیشه میگیم از کجا معلوم؟ اعداد حسابی یه دونه از اعداد طبیعی کمتر نباشه، اون آخر. متوجه شدی؟ پس اولین دلیل میگیم آقا از کجا معلوم حسابی ها یه دونه کمتر از طبیعی یا نباشه و این دوتا مجموعه اعضاش برابر باشه. این پس شد دلیل اول که میگیم چی؟ میگیم آقا چون به 3 تا نقطه ختم شده عضو آخر معلوم نیست، ممکن عضو آخر این از این یه دونه عضو کمتر داشته باشه. این اولین موضوع و اولین مطلب. بریم سراغ مطلب دوم و موضوع دوم دوستان. دومین موضوعی که وجود داره، خوب دقت کنید، یه مثال خیلی عامیانه بزنم. دوستت از شما 100,050 تومن پول میگیره. نگاه کن، 100,050 تومن، 50 تا تک تومنی پول میگیره. خب عرض کنم اگر به شما 100,000 تومن برگردونه، اینجا رو دقت کن یاسین، اگر به شما 100,000 تومن برگردونه، شما بهش میگی اون یه دونه 50 تومنی هم بهم بده؟ یه مثال خیلی عامیانه دارم میزنم، اینجا رو گوش کن. شما از دوستت 100,050 تومن پول میخوای، یه جایی به جاش کارت کشیدی، خب ولی دوستت در میاره از تو جیبش 100 تومن میده به شما، بهش میگی اون 50 تومن هم بده؟ قطعا نمیگی. چرا نمیگی؟ میگی آقا در مقابل این 100,000 تومن من از اون 50 تا تک تومن صرف نظر کردم. در مقابل این 100,000 تومن نه، فکر نمی‌کنه گدایی. زهر رمضانی میگه فکر می‌کنه گدا. خیلی باحال گفت. عرض کنم خدمت شما که به خدا کلاس ریاضی ما رو تو رو برا میگه فکر می‌کنه گدا. بابا الان به گدا هم 50 تومانی بدی فوش میده، دنبالت میکنه. زیر 5 تومن الان قبول نمیکنن. اینجا رو دقت کن. ببین یه تیله میندازه، دقیقاً کی بود؟ زهرا رمضانی. کل کلاس به هم میریزه. آقا به 100,050 تومن جای دوستت کار کشیدی، بهت 100 تومن میده، دیگه نمیگه اون 50 تومن بده. خب میگه آقا من در مقابل این 100,000 تومن از اون 50 تومنه صرف نظر کردم. درسته؟ اینجا هم همینه بچه‌ها. ما بیشمار عضو داریم. در مقابل این بیشمار عضو از این یه دونه عضو صفر چیکار میکنم؟ صرف نظر میکنم و اینو دبلیو رو در ریاضیات همیشه هم عرض میکنم. متوجه شدید همگی؟ پس n و w همیشه هم ارزن. اگر تو تستی، تو سوالی دیدی گفتش که تعداد اعضای مجموعه n و w با هم برابر است، بگو درسته، با هم برابر است. حل بچه‌ها. بسیار عالی. بریم سراغ مجموعه بعدی. مجموعه بعدی که میخونیم چیه؟ بگید. مجموعه بعدی که میخونم چیه؟
مجموعه Z رو بهش میگیم اعداد صحیح. بچه‌ها رو Z عضوها معلوم هستن. رو Z عضوها معلوم هستن. اسمش روشه اعداد صحیح. اعداد صحیح یعنی چی؟ بگید. اعداد صحیح یعنی چی؟ اسمش روشه. ما توی اعداد خوب دقت کنید. ما توی اعداد مثلا می‌نویسیم 2.53. میگم یه قسمت صحیح دارم. یه قسمت چی دارم؟ اعشاری دارم. درسته؟ یه قسمت صحیح دارم، یه قسمت اعشاری دارم. متوجه شدید؟ وقتی میگم عدد صحیح یعنی اینکه فقط این قسمت رو داره. فقط از قسمت صحیح رو داره. همه فهمیدید تا اینجا؟ فقط قسمت صحیح رو داره. حالا خوب دقت کن. از منفی بی‌نهایت شروع میشه. -2 -1 0 1 2 تا مثبت بی‌نهایت هم ادامه پیدا میکنه. همه گرفتی چی شد دوستان؟ بسیار. پس اینم شد چی؟ Z و اعداد صحیح. بریم سراغ مجموعه بعدی. پس اعداد طبیعی رو گفتم، اعداد حسابی رو گفتم، اعداد صحیح رو گفتم. بریم سراغ Q بهش میگفتیم اعداد چی؟ Q رو میگفتم اعداد چی؟ بگید منتظرم. اعداد گنگ بهش میگیم. به Q. ببین یه نفر مینویسه گنگ. این مهرناز افشان نوشت گنگ، پشت سر اون همه نوشتن گنگ. نه حنانی شیر غلامی نوشت گنگ، پشت سر اون همه نوشتن گنگ. بعد 2 نفر گفتن گویا، همه نوشتن گویا. بعد یه نفر معنا خلج نوشت حقیقی، همه نوشتن حقیقی. Q چه اعدادیه بگید. گویا. این محمد حسین خورشید خودشو کشت، میگه اعداد گویاه. خب X به طوری که اعداد گویا یعنی چی؟ به هم بگید بدونم. پس Q اعداد گویاه، نه گنگ نه حقیقی. خب Q اعداد گویا. بگید ببینم این Q اعداد گویا چه اعدادی هستن؟ بگید منتظرم. اعدادی که گویا هستن. مرسی خانم نیای شادری. مرسی یک تا مهاجری. میگه چی؟ مرسی آیدین انوری. میگه چی؟ میگه اعدادی رو ما بهش میگیم گویا که بتونیم به صورت کسر بنویسیم. یعنی x، بچه خط صاف در ریاضیات یعنی به طوری که x مساوی a به اوم. a به اوم یعنی چی؟ a به اوم یعنی کسر. یعنی بتونی به صورت کسر بنویسی. آ و ب متعلق به Z یعنی چی؟ یعنی صورت و مخرج باید متعلق به اعداد صحیح باشه. و یه شرط مهم در کسرها داریم. اون شرط مهم کسرها چیه؟ به هم میگی؟ اون شرط مهم کسرها چیه؟ کیمیا رو این تن به هم میگی؟ مخرج 0 نباشه. مرسی. پس B مخالف 0. درست؟ این میشه تعریف اعداد گویا. در کل بچه‌ها من هر عددی که بتونم اون عدد رو به صورت کسر بنویسم اصطلاحاً بهش میگم اعداد گویا. متوجه شدید همگی فهمیدید بچه‌ها؟ خیلی هم عالی. بریم سراغ مجموعه بعدی. بهش اصطلاحاً میگیم R یا اعداد حقیقی. این R یا اعداد حقیقی چه مجموعه‌ای میشه؟ اینو میگی بهم. R یا اعداد همه اعداد. مرسی یکتا میگه چی؟ کوثر کارآمد. مرسی. سنا صحراگر میگه همه اعداد میشن R. پس من مینویسم چی؟ X به طوری که X بین منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت. همه اعداد. تو هر چی فکر کنی تو آر هست. منفی، مثبت، صفر، رادیکالی، کسری، اعشاری، چه میدونم نامتناهی، هر چی تو فکر کنی تو آر وجود داره.
پس حالا که هر چی شما فکر کنی تو آر وجود داره، آر در واقع چه مجموعیه برای من؟ بهم میگی؟ آر در واقع چه مجموعیه برای من؟ بهم میگی؟ مارال زیانی این که میگه آر همه اعداده، حالا این آری که همه اعداده چه اعدادی میشه؟ بهم میگی چه مجموعی میشه؟ خیلی مهمه ها، درس جلسه قبل یا قبلش. مرسی زهرا رمضانی، مرسی. زهرا رمضانی میگه آقا این مجموعه مرجعه. این مجموعه چیه؟ مرجعه. این همون ام ماست. این همون ام ماست. همه فهمیدید چی گفتم؟ همه فهمیدید چی گفتم؟ خیلی عالیه. پس این مجموعه میشه مجموعه مرجع من. بزرگترین مجموعه من که همه مجموعه های دیگه توی این مجموعه وجود دارن. خب بریم سراغ بچه ها مجموعه آخرمون به اسم کیوپریم. کیوپریم اعداد گنگ هستن. کیوپریم اعداد گنگ هستن. تعریف کیوپریم به نظر چی میشه؟ بگید ام چی میشه تعریف؟ کیوپریم تعریفش چی میشه معنا؟ مرسی تینا. میگه همه چیز به جز کیو. پس کیوپریم میشه همه چیز به جز کیو. همه چیز چی بود؟ آر. همه چیز بود آر. به جز میشه منها. منهای چی؟ کیو. میشه همه چیز به جز کیو. میشه آر منهای کیو. حله؟ یعنی کیو میشه اعداد زهر خالقی. کیو میشه اعداد گویا. کیوپریم میشه اعداد گنگ. خب تا اینجا کسی سوالی نداره؟ تا اینجا کسی سوالی نداره؟ بریم سراغ صفحه بعد. پس مجموعه اعداد شناختم. میخوام یه نمودار برات تعریف کنم بچه‌ها. بهش میگیم اصطلاحاً نمودار ون. بهش میگیم چی؟ نمودار ون. یه همچین نموداریه. یه مربع بزرگ میکشیم. توش 3 تا مجموعه. خب بزرگترین مجموعه اعدادی که داشتی چی بود؟ بهم میگی؟ بزرگترین مجموعه اعدادی که داشتیم. آیدین تو اعداد. آیدین، تینا، مارال توی اعداد. تو اعداد مجموعه مرجع چی بود؟ آر بود. درسته؟ میگیم بزرگترین مجموعه‌مون بود آر. تو اعداد میشه آر. فهمیدید همگی؟ همگی فهمیدید؟ تو اعداد مجموعه میشه آر. پس بزرگترین مجموعه میشه آر. بعد از آر بزرگترین مجموعه چیه؟ بعد از آر بزرگترین مجموعه چیه؟ همین الان نوشتم و یعنی 10 دقیقه هم نیست. بعد از آر بزرگترین مجموعه هم چیه؟ مرسی محمد یاسین. کیو دقیقا. میگم چی؟ میگم بعد از آر کیو بزرگترین مجموعه است. بعد از کیو بزرگترین مجموعه چیه؟ بعد از کیو فعلا به کیوپریم نرسیدیم. به کیوپریم نرسیدیم. بعد از کیو بزرگترین مجموعه چیه؟ مهناز میگه زد. بقیه بچه ها من 40 تا جواب میخوام الان. زود باش. 40 نفر باید جواب بدن اینجا من برم سراغ درسم وگرنه نمیرم. 40 نفر باید جواب بدید من ببینم کیا سر کلاس هستن. بقیه کجان پس؟ بعد از کیو پس میشه چی؟ میشه زد. بعد از زد بزرگترین مجموعه چیه؟ بعد از زد بزرگترین مجموعه چیه؟ خب میگی آقا W یا N رو بنویسیم. من میگم N رو بنویسیم چون با N خیلی کار داریم و از طرفی N و W با همدیگه چی بودن؟ هم‌ارز بودن. از طرفی N و W با همدیگه هم‌ارز بودن. بچه‌ها اینو نوشتیم اینجا. همه تا اینجا این جدول رو فهمیدید؟ این نمودار رو فهمیدید؟ خب حالا به من بگو ببینم توی این نمودار کیوپریم کجا میشه؟ حالا به من بگو توی این نمودار کیوپریم کجا میشه؟
کیوپری یعنی اعداد گنگ. اعداد گنگ تو این نمودار کجا میشه؟ هر جایی که کیو نیست. مرجع بدون کیو. خب مرجع بدون کیو میشه کجا؟ بذار من یه هاشور بزنم. خب بریم هاشور بزنیم. مرجع بدون کیو یعنی چی؟ یعنی مرجع بدون این دایره بزرگه. پس اگر من بخوام هاشور بزنم اینجا میشه. نگاه کن، این هاشور زرده دقیقا میشه چی؟ دقیقا میشه کیو. این هاشور زرده دقیقا میشه کیو. این میشه چی دقیقا؟ این دقیقا میشه کیو. متوجه شدید همگی؟ همگی متوجه شدید؟ میشه آر کیوپی میشه آر منهای کیو دیگه، یعنی تو آر کیو رو در بیار. حالا بریم اولین خاصیت نمودار رو بنویسیم. اولین خاصیت میخوام زیر مجموعه ها رو بنویسم. میگم n زیر مجموعه z، زیر مجموعه q، زیر مجموعه r. فهمیدی چی شد؟ n زیر مجموعه z، z زیر مجموعه q، q زیر مجموعه چیه؟ q زیر مجموعه r. درسته؟ این از اولیش. دومیشو شما بگید. چی می‌نویسم اینجا؟ دومیشو شما بگید چی می‌نویسم اینجا؟ دیگه از این مجموعه کاری نداریم. از این مجموعه بیا بیرون ضررم بزنیم. دومین خاصیتی که در واقع میتونیم اینجا بنویسیم چیه؟ کیوپریم مربع هستش؟ نه. چرا؟ دومین مجموعی که می‌نویسیم چیه؟ نه n به اضافه z هم نمیشه کیو مهندس. به نظرت کیوپریم برابر چیه؟ کیوپریم مساوی چیه؟ بگو بنویسم. کیوپریم میشه چی؟ کیوپریم زیر مجموعه اینا نیست. زرده کجا زیر مجموعه این دایره هست؟ کیوپریم میشه آر منهای کیو. درسته؟ سومی به نظر کیو اجتماعش با کیوپریم و کیو اشتراکش با کیوپریم چی میشه؟ اجتماع کیو و کیوپریم چی میشه بچه ها؟ آیدا شریف بیگی، مهنا خلج، زهرا. کیو اجتماعش با کیوپریم. اول اجتماع بگی. جمع مهنا خلج جمع کیو و کیوپریم چی میشه؟ میشه آر. دقیقاً. نیمه‌هاش جمع این زرده خب و این دایره برابر چی میشه؟ برابر کل اعداد میشه. پس بچه‌ها من بخوام اینو فارسی تعریف کنم اینجوری می‌نویسم. خیلی تعریف مهمیه. میگم کل اعداد حقیقی یا گویا هستند و یا گنگ هستند. متوجه شدید؟ بس کل اعداد من یا گویا یا گنگ. همه فهمیدید؟ پس اگر بگن مجموعه اعداد کلا به چند دسته تقسیم میشه، به چند دسته تقسیم میشه؟ نمیخواید بگید؟ به 3 دسته تقسیم میشه. کل اعداد به چند دسته تقسیم میشه؟ به چند دسته این بزرگ تقسیم میشه؟ زهرانون محمدی میشه بگید این 3 دسته چی هست؟
گویا، حقیقی، گنگ. دارم میگم تینا قناد دارم میگم اعداد حقیقی به چند دسته تقسیم میشه. شما میگید به 2 دسته تقسیم میشه، یا گویا یا گنگه. فهمیدید؟ پس یا گویا یا گنگ. پس کل اعداد من به 2 دسته تقسیم میشه، یا گویا یا گنگ. متوجه شدید؟ متوجه شدید همگی؟ خب بریم سراغ بعدی. کیو اشتراکش بچه ها با کیو پین چی میشه؟ حالا اشتراک کیو پین چی میشه؟ توهی. میگم اگر عددم گویا بود گنگ نیست، اگر گنگ بود گویا نیست. متوجه شدید؟ متوجه شدید؟ خب حالا یه سوال به من بگو. این که میگم عددم گویاه یا اعداد گویا، این که میگم عددم گویاه یعنی چی؟ هدیه طالبی، این که میگی عدد گویاه یعنی چی؟ به هم میگی؟ یعنی بتونیم به صورت کسر بنویسیم. پس اینجا می‌نویسم میگم اعداد گویا. میتوان این اعداد را به صورت کسر نوشت. خب میام اینجا می‌نویسم کیو مساوی آکولات باز. اولین دسته اعداد صحیح. میگم آقا من همه اعداد صحیح رو میتونم به صورت کسر بنویسم. همه اعداد صحیح رو میتونم به صورت کسر بنویسم. درسته؟ درسته؟ خیلی عالیه. خب یعنی چی؟ یعنی آقا 2 3 5 -1 0 -6. میگم آقا کافیه شما بیاد یه مخرج 1 به این بگید. اینا همش تبدیل به کسر شد. درسته؟ اینها همش تبدیل به کسر شد. متوجه شدید همگی؟ میایم سراغ بعدی. دسته دوم اعداد گویا، اعداد اعشاری متناهی. متناهی یعنی چی؟ بگو. متناهی یعنی چی؟ متناهی یعنی چی؟ یعنی ته عدد معلومه. مثلا دارم میگم 1/10، مثلا 500، مثلا 1200، مثلا 1/1200، مثلا 5/024، مثلا -2/123. درست؟ اینا همش رو میتونیم به صورت کسر بنویسیم. تهش مشخصه، آخرین رقم مشخصه. بچه ها 1/10 رو چی می‌نویسیم؟ 1/10 رو به صورت کسر می‌نویسی 1/10. درسته؟ درسته؟ همه فهمیدید چی کار کردم؟ همه فهمیدید چی کار کردم؟ خیلی عالی. 500 رو چی می‌نویسی بگو؟ 500 رو چی می‌نویسی بگو؟ 5/100. درسته، 5/100. 1200 رو چی می‌نویسی؟ 1200 رو چی می‌نویسی بگو؟ می‌نویسی 12/100. 1/12 رو چی می‌نویسی؟ 1/12 رو چی می‌نویسی؟ می‌نویسیم 112/100. 5/0 24. 5/0 24 تقسیم بر 1000. -2 می‌نویسیم -2 123/1000. همه فهمیدید بچه ها؟ همه فهمیدید؟ پس دسته دوم اعدادی که من میتونم اونها رو به صورت کسر بنویسم اعداد اعشاری متناهیه. دسته سوم که هر سال شما یه سوال ازش تو درک ریاضی داری، هر سال تو درک ریاضی یه بار دیگه اینو الان میگم، چشم زهرا خانم،
هر سال شما یک سوال از دسته سوم دارید دوستان. خب ما از دسته سوم هر سال یه دونه سوال رو داریم. پس خوب دقت. پس دسته دوم شد اعداد اعشاری متناهی، یعنی عددی که آخرین رقمش معلوم باشه. ببین 5 2 اینجا 2 اینجا 2 اینجا 3. خب آخرین عددش معلومه، میگیم تموم شدنش رو داریم میبینیم. به اینا میگیم اعداد اعشاری چی؟ متناهی. خیلی ساده شما مینویسید، تقسیم میکنید. 1/10 میشه 1 تقسیم بر 10. 500 5 تقسیم بر 100. 12 12 تقسیم بر 100. در واقع به تعداد اعشاری که بالا داری، به تعداد ارقام اعشاری که بالا داری پایین چی میذاری؟ 1 و بعدش 0 میذاری. گرفتی چی شد زهرا خالقی؟ زهرا خالقی متوجه. خب عالی. بریم سراغ این قسمت بچه‌ها. هر سال یه سوال. پس این اولین سوال کنکور 405 که ما داریم تو این کلاس کار میکنیم. اولین سوال کنکور 405 میگه چی؟ میگه اعداد اعشاری نامتناهی و متناوب. اعداد اعشاری نامتناهی و متناوب. نامتناهی یعنی چی؟ یعنی پایان نداره، تهش معلوم نیست. متناوب یعنی چی؟ متناوب یعنی چی؟ یعنی یک یا چند رقم توی اون عدد هی داره تکرار میشه. پس میشه چی؟ اینجا زیرش توضیحش رو بنویسم. یعنی اعدادی که بذار با یه رنگ دیگه بنویسم. اعدادی که رقم آخر آن مشخص نیست و اعدادی که رقم آخر مشخص نیست و یک یا چند رقم در آن تکرار شده است. خب چجوری می نویسیم بچه ها؟ چجوری می نویسیم؟ من میام چند تا از این عدد رو مثال میزنم. مثلا اینا هاش. مثلا یه همچین 2 2 2 مثلا یه همچین عدد 35 35 35 الاخر. مثلا یه همچین عدد 123 23 الاخر. مثلا یه همچین عدد 2-426 6 6 6 الاخر. خب تا اینجا رو متوجه شدی؟ پس اعدادی هستند که تا بی نهایت ادامه دارن، یه رقم یا چند تا رقم توی اون همینجوری داره تکرار میشه. میگم برای اینکه اینو راحت تر بنویسم میام یه همچین کاری میکنم. یه دونش رو مینویسم، اونی که تکرار میشه رو روش یه خط میکشم. بچه ها به این خطه میگیم دوره گردش. به این دوره میگیم چی؟ رقم گردش. رقم گردش. متوجه شدید؟ الان پایینیه رو به من بگو ببینم چجوری مینویسم. پایینیه رو چجوری مینویسم به هم میگی؟ مینویسم 0.35 رو 35 خط میکشم. بعدیش رو چجوری مینویسم؟ 123 رو چجوری مینویسم به هم میگی؟ دینا طلویی. ببین اون عددی که تکرار میشه، اون عددی که ببینم 2 2 2 2 همینجوری تکرار میشه، میگم یه دونه از این دوها رو بنویس روش یه خط بکش. اینجا این پایین ببین 35 داره تکرار میشه. نه اما 35 یه دونه رو بنویس روش یه خط بکش. فهمیدی دینا متوجه شدی؟ خب بریم ادامه بچه‌ها. بریم اینجا 123 چی می‌نویسم بگید؟ 123 رو چی می‌نویسم بگید؟ 123 رو چی خط می‌کشم؟
رو چی خط میکشم سنا؟ رو 23 خط میکشم. اینجا 2 × 426 رو چی خط میکشم؟ رو 6. همه فهمیدید پس تا اینجا چی شد؟ الان همه گرفتید چیکار کردم؟ خیلی هم بود. بریم سراغ فرمولش. مگه نگفتم اینا کیوان؟ وقتی کیوان یعنی باید بتونم به صورت کسر بنویسم. یعنی من باید بتونم این 2 الی آخر رو ارشیارادمان به صورت کسر بنویسم. ببینم چجوری میتونم اینو به صورت کسر بنویسم. میگم فرمولش میشه این. ارقام گردش و غیر گردش منهای ارقام غیر گردش به تعداد گردش 9 به تعداد غیر گردش 0. خب این فرمول رو بنویس برای خودت رو کاغذ. این فرمول رو رو کاغذ برای خودت بنویس. این فرمول رو برای خودت بنویس. نوشتی؟ نوشتی دوست عزیز. این فرمول رو برای خودت بنویس. خب حالا اینجا رو نگاه. میگم ارقام گردش و غیر گردش. ارقام گردش و غیر گردش اینجا چند میشه؟ ارقام گردش و غیر گردش اینجا چند میشه؟ بگو. گردش و غیر گردش اینجا چنده؟ بگو. گردش و غیر گردش اینجا 2. منهای غیر گردش چنده؟ غیر گردش چنده؟ نداریم. وقتی نداریم چند میذاریم؟ 0. چند تا گردش داری اینجا؟ چند تا گردش داری اینجا؟ چهار تا گردش داری؟ یعنی چی؟ یه دونه گردش داری. مرسی آمیسا. ببین اینهاش شما فقط 2 رو اینجا داری که گردش داره. پس یه دونه 9 میذارم. میشه 2/9. متوجه شدی؟ من یه دونه رقم گردش دارم فقط. میگه به تعداد ارقام گردش. چند تا گردش دارم؟ یه دونه 9 میذارم. همه فهمیدید بچه‌ها؟ چرا 9؟ اینهاش به این دلیل. به تعداد گردش 9 به تعداد غیر گردش 0. پس من یه دونه 9 دارم، یه دونه 9 میذارم. فهمیدید؟ فهمیدید؟ خب بریم سراغ بعدی. 35. بریم سراغ بعدی 35. گردش و غیر گردشش چنده بچه‌ها؟ گردش و غیر گردشش چنده؟ گردش و غیر گردشش 35. چند غیر گردشش چیه؟ غیر گردش چیه؟ نداره. 0. چند تا گردش دارم؟ چند تا گردش دارم؟ همه جواب بدید. چند تا گردش دارم؟ 2 تا گردش دارم. یه دونه 3 یه دونه 5. پس 2 تا 9 می‌نویسم. میشه 35 99. یه ماشین حساب بردار. 35 رو تقسیم بر 99 کن. یه ماشین حساب بردار 35 رو تقسیم بر 99 کن. جوابش چی میشه؟ 35 رو تقسیم بر 99 کن. جوابش چی میشه؟ دیدی بهت گفتم؟ دقیقا همین میشه. بریم یکی دیگه امتحان کنیم. بریم یکی دیگه. این یکی 0-123. گردش و غیر گردشش چنده بچه‌ها؟ گردش و غیر گردشش چنده؟ 123. گردش و غیر گردش منهای غیر گردشش چنده؟ غیر گردش زهرا خالقی دقت کنید اینجا غیر گردش داریم. غیر گردشش چنده؟ 1. اینهاش
این یکه روش خط نیست. نگاه کن ها، این خطه تا اینجاست، روی این یکه خط نیست. پس میشه چی؟ غیر گردش میشه منهای یک. چند تا گردش داری؟ چند تا گردش داری؟ چند تا عدد داری که روش خطه؟ دو تا 9 می‌نویسی. چند تا غیر گردش داری؟ چند تا غیر گردش داری؟ یه دونه هم غیر گردش داری، یه دونه هم صفر. پس میشه 122 تقسیم بر 990. 122 رو تقسیم بر 990 کن. 122 رو تقسیم بر 990 کن. همین میشه. جالبه نه؟ این خودش یه سوال کنکوره. خب بریم سراغ آخری بچه‌ها. 2·426 رو 6ش گردش. گردش و غیر گردش چیه؟ گردش و غیر گردش چیه؟ به هم میگی؟ گردش و غیر گردش چیه؟ به هم میگی؟ 426 2426 میگیم گردش و غیر گردش 2426. درسته؟ منهای غیر گردش چیه؟ به هم میگی؟ غیر گردش چیه؟ ممیزه رو نبینید بچه ها، ممیزه رو نبینید. 242 این هم غیر گردش. چند تا گردش داری؟ چند تا گردش داری؟ یه دونه 9 می‌نویسم. چند تا غیر گردش داری حالا اینجا رو گوش کن. اینجا رو گوش کن. بچه‌ها تو اعدادی که این پشت صفر نیست. ببین این صفر، این صفر، این صفر. خب تو اعدادی که این پشت صفر نیست، تو صورت کل عدد رو در نظر میگیرن. تو مخرج فقط بعد از ممیز رو در نظر میگیرن. متوجه شدید؟ تو مخرج فقط بعد از ممیز رو در نظر میگیرن. پس میشه چی؟ تقسیم بر 900. خب 2426 تقسیم بر منهای 242. با ماشین حساب میزنی یه لحظه؟ با ماشین حساب میزنی یه لحظه ببینیم چی میشه. 2426 منهای 242 تو ماشین حساب چی میشه؟ میگم زهرا خالقی 2426 منهای 242 چی میشه؟ میشه 2425. چرا 2425؟ دو هزار و صد و هشتاد و چهار تقسیم بر 900. یه جمع میزنی، یه تقسیم میکنی اینو، این آخریه رو یه ذره خودم هم شک دارم، تقسیم میکنید مطمئن شید. 2184 2426 66 دقیقاً درست. پس همه متوجه شدیم ما این اعداد رو بهشون میگیم اعداد گویا، یعنی اعدادی که میتونیم اونها رو به صورت کسر بنویسیم. همه فهمیدید چیکار کردم بچه‌ها؟ همه متوجه شدید دوستان؟
ارشیا رادمان کجا رو متوجه نشدی آقا بگو؟ ارشیا رادمان کجا رو متوجه نشدی؟ ارشیا رادمان آخری رو متوجه نشد. آخری دقیقا مثل اینه هیچ فرقی نداره. یه بار دیگه میگیم 2426 عدد اینهاش 2426 چون این 6 تکرار شد یه دونه 6 نوشتم روش یه خط کشیدم. میگم گردش و غیر گردش 2426 منهای غیر گردش یعنی اون اعدادی که روش خط نیست. چون روش خط نیست میام چیکار میکنم؟ 242 اینهاش 242 چند تا گردش داره؟ یه دونه نو. چند تا غیر گردش داره؟ گفتم تو مخرج فقط این تیکه، یعنی بعد از ممیز. تو مخرج فقط بعد از ممیز. چند تا گردش داره؟ یه دونه نو. چند تا غیر گردش داره؟ 2 تا، یعنی 2 تا صفر. میشه 2184 تقسیم بر 900. قبل اعشار توی مخرج حساب نمیشه زهرا رمضانی، توی صورت حساب میشه. ببین اینهاشش گفتم توی مخرج قبل اعشار حساب نمیشه. اینها اومدیم اینجا توی صورت نگاه کن، فرش زدم دقیقا توی صورت کل عدد. متوجه شدی؟ توی صورت کل عدد. همه فهمیدید دوستان؟ خیلی هم واسه امروز تا همینجا کافیه. ما بخش اول درسمون یعنی مجموعه ها رو تموم کردیم. یعنی شما هر چی مجموعه از ابتدای زندگی تا الان خونده بودید جمع بندیش میشد همین چیزی که من تو این چند جلسه خدمتتون عرض کردم. جزوه رو کامل بنویسید، فیلم ها رو کامل ببینید. انشالله هفته آینده که اومدم سر کلاس دوشنبه فقط تست حل میکنم. یعنی از مجموعه ها فقط و فقط ما جلسه آینده تست حل دوستان. حل میگم جزوه رو سنا صحراگرد براتون بذارم توی در واقع گروهاتون. میگم جزوه رو امروز بعد از اون بذارم توی گروه. همگی خسته نباشید و خدا نگهدار.